سلام. بعد یک سلسله قتل‌های ناموسی که خشم مردم پاکستان را برانگیخت، گروه معتبر روحانیون فتوا دادند که این گونه قتل گناه کبیره و کفر است. شورای علمای سنی پاکستان روز 13 ایون با صدور فتوای گفت قتل بیرحمانه زینت بیبی نورس برای فرار با جوانی دوست داشته‌اش مخالف احکام اسلام است. هفته گذشته زینت بیبی را مادرش برای ارتباط با یک جوان زنده به زنده آتش زد. شورای علمای سنی ها که صد روحانی پاکستانی را به همه آورد گفت اسلام به زنان حق داده است با خواهش خودشان ازدواج کنند و قتل زن به نام ناموس و غیرت مخالف فرموده های اسلام است. در پاکستان سالانه صدها دختر را برای مخالف خواهش والدان ازدواج کردن میکشند و فتوای روحانیون یکی از اقدامات نادر برای مقابله با این ظهورات است. در برای این مسئله صحبت داریم با بشیر احمد، همکارم از رادیوی مشعل بخش پاکستانی رادیو آزادی. بشیر، به برنامه ما خوش آمدید. مسئله قتل ناموسی که تاکنون در پاکستان وجود داشت، چرا حالا شورای علمای سنی ها به ضد آن فتوا صادر کرد؟ در پاکستان امی مسئله بسیار کلان شده. در مطبوعات بسیار ایرا نشر کردن و قبلا اینطور بود که میشد امی کارا میشد اما کسی او را رپورت نمیکردن و باز اگر رپورت هم میشد در مطبوعات نمی آمدن. علی مطبوعات پیشرفت کرده، زیاد شده، تقریبا 40 تا 60 تلویزیون است در پاکستان و بسیار فعال هستند. اونا از هر جای این راپورا و این چیزا را میگیرن. با امی خاطر امی باعث شد که حکومت زیر فشار بیان و امرای علمای دینی کار کنند و همچنان ادارات بین المللی مثل امنستی اینترنشنل و دیگه ادارات حقوق بشر اونا هم بسیار فشار آوردن سر حکومت پاکستان که در این مسئله باید جدی شوند. حال امی شورای علمای سنی که هستند با خاطر اهمیت دارند که بسیار تندرو هستند و امرای حکومت یک قسم صحبت های داشتن و ششتن و کنفرانس های داشتن. بعد از این اونای فتوا دادن. بغیر از این حکومت پاکستان تا کنون چه کارهایی برای خاتمه دادن به قتل های ناموسی در کشور انجام داده است؟ در پاکستان در پارسال تقریبا پارلمان یک قانونی منظور کرد، پاس کرد که در او گفته بود که هر کسی که متهم به قتل ناموسی شوند باید مجازات شوند. اما مشکل دی بود که هر کس که اینی کار میکرد به جزا میماند و میرفتن مثلا امرای یک ملا یک عالم دین صحبت میکرد و عالم دین برش فتوا میدادن که فرق نمیکنن امی دختر اینی کاری که کرده و باعث شرم خانواده شده باید قتل شود. اما آل اینی فتوی که آمده شاید این مشکل کمی کمتر بسازه. و این ظهورات در پاکستان از کجا سرچشمه میگیرد؟ بیشتر در کدام منطقه های پاکستان زیاد دیده می شود؟ این شکلش فرق میکنه. مثلا در مناطق شمال غربی پاکستان که پشتون نشین هستند اونا مشکلی دارن که مثلا اگر کسی یک نفر بمره در خانواده در دشمنی با یک کسی دیگه مثلا در یک قریه، اونا دختر در بد میتن وجود سوارب برش میگن که هم باز اونا شاید قتل شوند که باعث امو مشکل است که قتل ناموسی میشن. اما اینی مشکل که یک کسی امرای یک دختر امرای یک بچه میخوان که عروسی کنن اما پدر و مادرش اجازه نمیدن، اینی کیس یا اینی دوسیه اینی کارا اینی واقعیت در پنجاب زیاد میشن. پنجاب که مرکز پاکستان است و پرنفوذترین ولایت یا صوبه برش میگن در پاکستان، ولایت پاکستان هستند، اینی مشکل دارند در پنجاب. تشکر. بشیر احمد، همکارم از رادیو مشعل بخش پاکستانی رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر. تشکر همچنان. تشکر.